نکته مال پیغمبره که یک شعار بد در فتح مکه خب تا گفت الیوم یوم الملحمه، پیغمبر مهلت نداد ادامه بده، گفت الیوم یوم المرحمه. اگر سخنرانی روز اول انتخابات پس از پیروزی آقای رئیس جمهور این سخنانی که یک هفته بعد فرمودن برای اینکه این دولت مرحمت و همکاری، اون روز میگفتن این فتنه نمیشد، اون روز مخالفین را به باد مسخره گرفتن و سیادت را مسخره کردن، این حوادث به وجود میاد. اون نکته اصلی حسن قول یعنی ما قولا کریما داریم، قولا معروفا داریم، لینا داریم، لذا سدیدا هم داریم. یعنی همیشه درست حرف بزن، متین حرف بزن، پاکیزه حرف بزن، دشمن برای خود درست نکن. من ولی تکرار میکنم عرضمو، خدا رو شاهد میگیرم، عرضم حوادث اخیر نبود. من کلان جامعه و همیشه مونه. ولی نه واقعا من میخوام که واقعا همیشهمون، یعنی ما بدونیم، میخوام یه معیار دست ما بدونیم. من معیار ببینید همیشه حسن قول چیه؟ من میگم دعا کنین، هم خوب حرف بزنین، هم خوب گوش کن. من یه چیزی بگم بعد نیاد. یه بیماری اخلاقی که امروز جامعه رو گرفته، مردم یکدیگر رو خوب درک نمیکنن. این بیماری